سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات جمهوری تاجیکستان به طور سنئی بالا برداشتن نرخ و نوای بازار در ماه شریف رمضان به خاطر فایده بیشتر گرفتن را عمل بدتری نامید و محکوم کرد. او از همه تاجران دعوت کرده است که در این ماه مبارک خیر و احسان را پیشه کرده به جای بالا بردن نرخ برعکس پایین بیارند. در مقالش که مجله دین و جمعه نشریه رسمی کمیته دین و تنظیم مراسم ها روز 13 مارس سال 2024 تحت عنوان به طور سنئی بالا برداشتن نرخ بازار به خاطر گرفتن فایده بیشتر عمل بدترین است نشر کرد. مفتی تاجیکستان نوشته است رمضان نه تنها ماه امتحان نیروی جسمانی و پرهیز از غذا بلکه امتحان روحی و روانی و پاکیزگی نیت و اعمال هم هست. این نقطه به آنها دخل دارد که برای خدمت رسانی به مردم مسئولند. به طور سنئی بالا بردن نرخ و نوای بازار به خاطر فایده بیشتر گرفتن در این ماه عمل بدترین است که در دین مبین اسلام مورد محکومیت قرار گرفته است. سید مکرم عبدالقادرزاده در ادامه مقاله با اظهار تأسف می افزاید که با این وجود باز هم در ماه مبارک رمضان بعضی نفران و صاحبکاران و یا شخصانی که بازارنشینند به احتکار یا به طور سنئی بالا بردن نرخ دست میزنند. در انجام مقالش او از تمام بازارنشینان و آنهایی که همروزه در بازار و مغازه فعالیت انجام میدهند خواسته است که در ماه مبارک رمضان خیر و احسان را پیشه کنند، نرخ را نه بالا بلکه به مقدار پایین فرارند، زیرا هیچ کار بی پاداش نمیماند. اگر نیکی باشد پاداش نیک به بار میآورد. این دعوت مفتی تاجیکستان از تاجران در حالی است که هر سال در ماه رمضان و در عرفه عیدهای بزرگ از جمله در عید رمضان و عید قربان و سال نو مردم از بی‌انصافانه بالا بردن نرخ محصولات خوراکی در بازارهای تاجیکستان شکایت میکنند. ماه رمضان امسال در تاجیکستان 11 مارس آغاز یافت و تا 2 اپریل دوام میکند. در این ماه مسلمانان از صبح بر وقت تا رسیدن شام روزه میگیرند.